مژده مژده، از این به بعد میتونین خبرهای داغ بالیوود و سینمای هند رو توی پیج ما دنبال کنین. اولین خبر مربوط میشه با همکاری عامر خان و راجکومار هیرانی در ساخت فیلم زندگی نامه دادا صاحب فالکه. عامر خان و کارگردان مشهور راجکومار هیرانی پس از فیلم‌های موفق سه احمق و پیکی اعلام کردند که در حال ساخت یک فیلم زندگی نامه‌ای درباره دادا صاحب هستند که پدر سینمایی هنده. این پروژه همزمان با گزارش‌هایی درباره فیلم مشابهی توسط جونیور راجامولی اعلام شده است. دومین خبر مرتبط هست با گونیت مونگا، تهیه کننده برنده اسکار که در جشنواره فیلم کن 2025 ابتکار زنان در فیلم هند رو راه اندازی کرد. این برنامه با هدف ترویج برابری جنسیتی در صنعت فیلمسازی هند و همینطور حمایت از تهیه کنندگان زن برای دسترسی به شبکه‌ها و منابع جهانی ایجاد شده. احتمال برگزاری کنسرت BTS در هندوستان؟ بله، درست شنیدین. یک شرکت کره‌ای قصد داره که یک دفتری رو در مومبای هندوستان افتتاح کنه که این اقدام میتونه راه رو برای برگزاری کنسرت‌های BTS در هند هموار کنه و همینطور همکاری‌های فرهنگی بین هنرمندان هندی و کره‌ای رو افزایش بده. در پی عملیات سیندور که در پاسخ به حمله تروریستی پاکستان انجام شد، هنرمندان برجسته‌ای مانند شریا گوشال، آریجیت سینگ و همینطور عامر خان کنسرت‌ها و رویدادهای خودشون رو به نشانه همبستگی با نیروهای مسلح هند لغو یا به تعویق انداختند. همچنین اکران فیلم‌هایی مانند پولچوک ماف نیز به تعویق افتاده. برای شنیدن خبرهای داغ و تازه بالیوودی همیشه همراه ما باشین و پیجمون رو فالو داشته باشین تا هیچ خبری رو از دست ندین.